وقتی نماز تنها میخوانی استاد بعدی رکوع فرض سنت بعدی از رکوع خیسن ربنا لک الحمد میگی یا نه استاد؟ چخیل؟ بعد از رکوع وقتی راست میشوی ربنا لک الحمد میگی بس سجده میره یا که باید نگی؟ باید گوید وقتی که سمیع الله لمن حمیده گفتید ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد یا اللهم ربنا لک الحمد گفتن واجب است. بعد دوامش سنت است. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ایناش سنت است. لیکن ربنا لك الحمد واجب است. باید گوید. استاد بعدی صلوات را خوندن مقصد میشه اگه دعای دیگه پیغمبر هست که ما بگیم برای که ما فقط همین اللهم اغفر لی را میخونیم؟ بله دیگر دعاها هم اجازت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ثم لیتخیر من الادعیه ما شاء، سپس از دعاها کدام دعاها را خواهد انتخاب کند. میتونید دعای خودتون رو گویید، میتونید دعاهایی که وارد در قرآن است یا دعای اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک را گویید. این دعای اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم من عذاب القبر و من فتنه المحیا و الممات و من شر فتنه المسیح الدجال. بعضی علما میگن واجب است. حتی بعضی علما میگفتن که چه خیلی در صحیح مسلم است کسی که همین دعا رو نخواند نمازش از نو خواند میگفتن. این ما در کتاب صفت نماز ما نوشتگی هست. کتاب صفت نماز و کتاب هایی که ما نوشتیم در تلگرام کانال هست. در همونجا ذکر پیت کرده است. گیرید خوانید برادرها. در همونجا دعاها نوشته شده است.